خب بچه ها دارم من تامو گیمینگ هستم. خوش اومدید به این ویدیو. آقا امروز یه ویدیو مشترک داریم با آقا کیان بودی؟ کیان زدیکس. دوباره بدی دوباره خب الان یه دوئل دوستانه یه دست اسنایپ میریم. داش اسم نه دوستانه نیستش. فاکه چیه باش. آقا بریم تو بازی ببینیم بازی چی میشه. فقط من میگم من اینترو رو بگیرم. اوکی بریم تو بازی. سلام بچه‌ها، من تامو گیمینگ هستم. خوش اومدید به این ویدیو بچه‌ها. امروز یه ویدیو مشترک داریم با آقای کیان زدیکس. لینک چنلش هم توی دیسکریپشن هستش. حتما برین یه سر بزنیم ببینیمش بچه‌ها. امروز اومدیم یه دست دوئل بزنیم، یه مچ هم بریم رنگ. حالا شاید هم رفتیم دوئل بتل، نمیدونم. آقا کیان یه سلام برس کن. فکر نکنم. بریم حالا تو بازی. بریم اسیو استارت کنیم. گرفتم. اسیو باید استارت کنیم کسک. آقا این بهت بگم انقدر پلیره با اختلاف خیلی زیادم فکر کنم منو ببری. خیلی بازش قویه. سبحان الله. تیم دث مچ آپریل استر. آقا وایسی دقیقه نه تو من آها درستش کردم. بیا آها واش حاجی خیلی وحشیانه پلی میده پشما. داداش این یعنی چی حاجی؟ اون چیزی که بهت گفتمه حاجی پشمام. حاجی اون چیزی که بهت گفتم انجام باید بشه. سلام داداش یعنی چی؟ داداش یعنی چی؟ حاجی توی بای اسنایپ پلی میدی؟ سلام. چه اسنایپی خوشمان آمد. آنسی برا لیره آنسی. تو اصلا منو داخل داداش بیا ای بر داداش بیا پایین الان داشتم ترو ها عجیبه بچه ها. الان میگین این بالا صفحه من چیه؟ داریم حرف میزنیم. ماشاءالله تیر داشکیانتون هم ریج نمیشه هیچ وقت. ماشاءالله بنازم تیر داشکیان هم اصلا ریج نداره ولی الان داره. بچه اینم که بالا میبینین سامان وایتی هستش. حتما سر به چنلش بزنین. بعد آره دیگه حاجی بچه ها بهتون بگم بچه های چنل ما داخل یه روز 5 بار برقامون رفت. یعنی چی اینجا میزنی برادر؟ من میدونی دیدمت شیطون بلا داداش. یعنی چی سبحان الله. میدم الان تو بکمی دیدمت حاجی. خیلی ویدیو مشترک میخوایم بگیریم یه دونه. بچه ها حتما من اینو بهتون بگم دیگه بهتون بگم چنل رو ساب کنین ممنونتون میشم. و بچه ها من اصلا مولتی پلیر نیستم آقا. نه میدونم تو چیتری.
ماشاءالله اصلا داداش میگم تو چند تا چش داری؟ من هم یه دونه چش دارم اینم داداش اینم سامان وایتی. آقای سامان وایتی بنام میگم حرف بزن. یه فایر به عشق هموطنان خودمون ولی این فایر نمیقوله. آها خلاص میدونم اینجا خط گرفتی دقیقا میدونم اینجا هم اوه خواهی بچه دیدین تیرم روش ریج نشد پشما. سلام آجی چیه بیا بیرون بیا بیرون. سلام حاجی تیرش داره راست می بیا 1 کیل بگیر جدی دارم میگم تیرش روش تیر اون رو میجس چر نشد دیده بعد 1 کیل دادم من نمیدونم من به 1 کیل دادم سام چی دیپم نگرفت. ماشاءالله آقای سامان وایتی هم تو تماسه. آها دیدم فهمیدم کجا اسپان میشی. همش گوشته داشت نگاه تیر من کجا رد میشه. اوف حاجی به 1 کیل بده ناموسم. من 1 رو دیدم داداش من نکم بیدم من روبروتم سبحان الله آدم کم نیستم اصلا خدگیر نیست ماشاءالله اصلا بابا اصلا تو نمیدونم اصلا نگاش کن هول کلی. خب بچه بله تا ادامه ویدیو بعدی ممنونم که این ویدیو رو تا ادامه ویدیو بعدی فعلا بدرود.